امنیه شهر کابل امروز در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت یک گروه از تروریستان به سرکردگی شخصی به اسم سید محمد نبی محصل صنف سیوم و پنجه شرعیات که در ساحه سرای هراتی شهر کابل عملات انتحاری و بمبگذاری را در داخل شهر کابل سازماندهی میکرد، زمان بسیط از اعضای این شبکه دستگیر گردیدند که میخواستند مواد انفجاری را در نقاط مختلف شهر کابل جاسازی کنند. از نزد این تروریستان تعدادی از اسناد مربوط به شبکه القاعده به دست آمده است. میل از خارج کابل آورده میشد، به داخل کابل انفجار داده میشد. البته راههایی بوده که کابل را دولت او متوجه نبود که شما در جریان باشین. چندین راههای قاچاقی که از سرحدات کابل داخل کابل میشدن، اونا را ما پیدا کردیم، البته را حجت بستاندازی کردیم. سردسته این تروریستان که مواد انفجاری را در یک مسجد نگهداری میکرد به اجرای اعمال تخریبکارانه و بمبگذاری در شهر کابل اعتراف میدارند. و به طرف من مفتاد در ارتباط و نچنچه دعوت را قبول کردم. دعوت جهاد ما دا جهاد در دعوت منه رایده زموږ دا بل محترم ورور چې احمد الله دا ته مواد ورکړي وو د جمعې په ورځ باندې تېره جمعه کوم تاریخ راځي هغه ورځ باندې دا مواد راوړل هغه ما ته واخیستل د کار ته ځای حاضر شویم. شهروندان کابل عملات انتحاری تروریستان را تقبیه کرده نفرت و انزجارشان را در برابر دشمنان صلح و آرامش مردم ابراز می‌دارند. و این طالب که مولوی میگن، مردم های میگن که عالم از قرآن خبر از خدا خبر از دین محمد علیه السلام پیاده می‌سازد، یا که مسلمان از زن از رشته که بیچاره همه را به قتل می‌رساند. اینا از اسلام نیست. دستگیری این تروریستان همزمان با 3 حمله انتحاری انجام می‌یابد که